یعنی چقدر 5 سال گرفتن حکومتی کردند از 1996 تا 2021 و از ربانی و از حکمتیار از به نام سیف الله میگنش اونا باز کلشان در صف دموکراسی استارت شدن، ادعای جهاد کردن، مثل طالبان، مثل القاعده، مثل جبهه النصره، مثل یعنی حزب الله و مثل حماس. امیال یک فتنه کردن. حماس 1000 نفر کشتن، امیال 2 لک نفرشون کشته شد، 200 زیادتر نفرشون مردمشون داد میزنن، کسی دادشون نمیرسه. یعنی بعض چیزا هست یعنی آدم نمیگه که کاملا مجاهدون پیدا نمیشه، ما این گپ نمیزن. مگم اگرم یک نفر شهید شود ما میگیم ان شاء الله شهید، چون که تاکید کردن نمیتونه امو عمل الله سبحانه و تعالی راضی است یا نیست، از امو نفر امو کار کرد راضی است یا نیست، او را تاکید کردن نمیتونیم. از اون خاطر نمیتونیم بگیم که این کافر مطلق شد، از خاطر که رضاگی الله سبحانه و تعالی ما نمیدانیم. ان شاء الله میگیم. و این بسیار موضوعی است که خصوصا در سرزمین افغانستان بسیار یعنی دفاع میشه در عملیات که میشد و در چیزا که میشد. بله یگان عملیات هست خطا است، یگان عملیات هست به نفع مسلمان است و این آدم چیز میکنه در گفته شیخ از دوربین مصلحه و مفسده میونه، نه از دوربین جماعت خود. درست است هر کس یک جماعت دوست داره، جماعت مگم اصل هدف جماعت باید دیده شود، منهجشان چی هستند، عقیدهشان اون جماعت چی هستند. هیچ کس دست نزنه در این کارا تا که از اون جماعت واضحاً منهجشان واضحاً کنند و درباره کفر بالطاغوت، درباره تکفیر العاده، درباره تکفیر العموم، درباره یعنی درباره دیگه مسائلی که از عقیده ارتباط داره که تکفیر از اصل و دین است یا نیست، اونا رو کلش واضحاً کنن. چرا که ما مثال دیدیم در 2014 دمو جماعت که امروز در افغانستان رسیده، دمو جماعت جهمی هم رفته، خوارج هم رفته، در اونجا باز شروع کردن یاد گرفتن عقیده را. مگم او قسم نباشه مردم بفهمه که در کدام صف که میره، باز نمیشه سنگنه که امیال دمو افغانا خودشان خود یعنی در خود افغانستان مثل زبیر محقق خود در اون جماعت نسبت میده، عذر بالجهل میده، وارث منیب خود در اون جماعت نسبت میده، اون بیرق داره نمیشه خود در اون جماعت نسبت میده و عذر بالجهل میده. و کسای دیگه که امی کاره که میکنن که تکفیر بالعموم میکنن و مباحله میکنن، سرزمی عقیده مباحله میکنن به خاطر تکفیر بالعموم. سبحان الله. و از اون خاطر قار غضب و میایه که منهج بدانید. او موضوعی نیست که کس از بگوین که جهاد کس قبول نداره. نه، میگن کلگی ادعای جهاد کردن قبل از شما. مگه منهج ندانستن و صفشان امروز تک هستند. امروز که کسایی که در گرفتار دستشان گرفتار هستند امروز مرتدین وفات میکنن. و این پیام من بدک بر موحدون. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. حياكم الله. فيا حبذا روح لها